چرا برندسازی شخصی امروز از همیشه مهمتره؟ دیده شدن بدون استراتژی فقط ایجاد سر و صداست. برند شخصی شما باید پیش از خود شما سخن بگه و پس از رفتنتون نیز به صحبت کردن ادامه بده. برندسازی صرفاً درباره کسب و کارها یا محصولات نیست، بلکه درباره انسان هاست. در عصر دیجیتال امروز که با تولید محتوای مداوم و ضرورت دیده شدن در فضای آنلاین تعریف میشه، برندسازی شخصی به رکنی اساسی برای موفقیت حرفه‌ای تبدیل شده. آلیسون کلوگر، کارشناس برجسته رسانه و از نویسندگان کتاب برند آب، تاکید میکنه که برندسازی اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته. علت این امر فشاریه که برای رو به بیرون بودن، یعنی حضور فعال در انظار عمومی در دنیای اشباع شده از قضاوت‌ها و هیاهوها وجود داره. کلوگر میگه ما باید ارزش‌ها، باورها و رفتارهای همیشگی خود رو از طریق حرف‌ها و کارهایی که انجام میدیم مدیریت کنیم. این به این معنا نیست که همه حتما باید در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشند، اما ما با محتوا اشباع شدیم. ما با نظرات دیگران و قضاوت‌های اونها درباره خودمون محاصره شدیم. بنابراین اگر روایت زندگیمون رو کنترل نکنیم و خودمون رو اونگونه که لازمه ارائه ندیم، یا فردی خنثی خواهیم بود یا نامرئی. اگرچه این فشار میتونه به ویژه برای جوانایی که هنوز در حال شکل‌دهی به هویت خود هستن طاقت فرسا باشه، اما کلوگر اون رو به عنوان یک فرصت توانمندساز باز تعریف میکنه. با ابزارهای درست، برندسازی شخصی فراتر از یک استراتژی برای بقا به وسیله‌ای برای قدرت یافتن تبدیل میشه. بینش‌های کلوگر با شواهد علمی در حال رشدی همسوه که نشون میده برندسازی شخصی فقط یک اصطلاح دهان پرکن نیست، بلکه عاملی قابل اندازه‌گیری در موفقیت حرفه‌ایه. رفتارهای مرتبط با برندسازی شخصی منجر به رضایت شغلی بیشتر میشه، عاملی که مستقیما با درک دیگران از میزان استخدام پذیری شما در ارتباطه. به زبان ساده، افرادی که به طور فعال برند شخصی خودشون رو میسازند و اون رو ارائه میدن، احساس قدرت بیشتری دارن و در نظر دیگران نیز شایسته تر برای استخدام به نظر میرسن. در یک نظرسنجی بیش از 93% از مدیران شرکت کننده اعلام کردند که برندسازی شخصی تأثیری بسیار مهم یا حیاتی در دستیابی به موفقیت حرفه‌ای داره. این تحقیق تاکید میکنه که در یک بازار رقابتی، کسانی که میتونن ارزش منحصر به فرد خودشون رو به وضوح بیان کنن و با اعتماد به نفس خودشون رو ارائه بدن، شانس بسیار بیشتری برای پیشرفت دارن. تعریف کردن برند شخصی با داستان آغازین شما شروع میشه، یعنی همون لحظه‌ای که تصمیم گرفتید به یک مسیر شغلی یا یک مأموریت در زندگی متعهد بشید. کلوگر تاکید میکنه که این نوع داستان سرایی میتونه به تبیین هدف شما کمک کنه و پیوندهای قوی تری ایجاد کنه. برای خود اون، جرقه حرفه‌ایش از عشق دوران کودکی به سینما زده شد. اون به خاطر میاره و میگه من عاشق فیلم بودم. مادرم معمولاً مرا در اواسط پخش فیلم به سینما میبرد، چون اون آدم لذت آنی بود. مجبور بودم بی صدا وارد بشم، نیمه دوم فیلم رو تماشا کنم و همانطور که میدیدم حدس بزنم داستان از چه قراره. پس تو هم سعی کن داستان خودت رو روایت کنی.